فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال اول بیننده این است که پرسیدن استفاده از بیمه تأمین اجتماعی چه حکمی داره؟ به صورت کلی بیمه و این عقد و قراردادی که در میان یک فرد یا یک مجموعه در مقابل یا اداره بیمه منعقد می شود، این عقد و قرارداد خالی از اشکال نیست و اساساً تمام انواع بیمه جزء انواع یک نوع قمار در واقع شمرده می شوند، به استثنای مواردی که انسان مجبور هست و یک حکم قهری بر انسان اجرا می شود، مانند بیمه شخص ثالث که در این مورد اجباری هست یا بیمه تأمین اجتماعی که بسیاری از علما به خاطر نیازی که در این زمینه وجود دارد و اجباری که قهراً ادارات و شرکات مجبور هستند یک مقداری رو از حقوق اون کارمند خودشون کم میکنند و به این موارد اختصاص میدن. این موارد رو بسیاری از علما استثناء کردن، یعنی چون که بر اونها تحمیل شده و اختیار دست خودشون نیست. چون که تحمیل شده، چون که در واقع چاری جز این ندارند و مجبور هستند که این مورد را بپذیرند. اما از نظر اساسی و به صورت کلی این عقد و قرارداد بیمه با تعالیم اسلام و با اصولی که در باب معاملات اسلامی وجود داره این هیچ گونه توافقی را نداره و این علمایی هم که فتوا به جوازش دادن فقط در حد ضرورت و در همون مقدار ضرورت گفتند که جایز است.